میایم به سری سوال هایی که در پیش منم. خب سوال دادن که آیا همه پیغمبران عرب بودند؟ برادران عزیز و گرامی، ما اولا عدد پیغمبرها را نمیدانیم، زیرا قرآن میگوید که ما بعضی از پیغمبرها را برای شما نامهاشون گفتیم، از حیات اونها آگاهتون کردیم، ولی بعضی از اونها را ما با شما قصه نکردیم. زین لحاظ اولا برادران عزیز، عدد پیامبر از نزد خداوند تا پیامبر آخر الزمان عددش معلوم نیست. فقط چی مقداری باشند، چند نفری که باشند، ما به همه اونها ایمان داریم. همگی در قرآن 25 نام پیامبر یاد شده است. 25 پیامبر. باقی اونها را خدا گفت آلی من برای شما مقصد از نام اونها و از زمان اونها برای شما آگاه نکردم. ولی چند نفر همین پیامبرها عرب بودن، ما حدیثی که صحیح گویم از ابن حبان از با روایت حضرت ابی ذر غفاری می آید، میگه 4 نفر بودن. یعنی 4 نفر از همین پیامبرها، اینها از زمره بگیم یا از یعنی ملت عرب بودن. یکی حضرت هود، یکی حضرت صالح، یکی حضرت شعیب، یکی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم. دیگر حدیث ها هم آمده است. 5 نفرش هم گرفتن که نام حضرت اسماعیل علیه السلام، گفتن این هم از زمره عرب ها بود. از این لحاظ این حدیثی که مقصد من در اول برای شما خواندم که 4 نفر اینها عرب بود، اگر چندی که در 5مش گویم حضرت اسماعیل هم اختلاف ها هست، ولی انامین حضرت هود، حضرت صالح، حضرت شعیب و حضرت محمد صلی الله علیه و سلم، اینها ملت چون عرب بودند. دیگر باقی مانده اینها از همون گویم بنی اسرائیل بودند، یعنی از ملت یهود بودند. سوال دیگر، 2 شخص گناه یا زنا میکنند، یکی از اونها پیش خداوند توبه کند، خداوند اگر بخشد در این حالت گناه شخص دویمم بخشیده می شود یا نه؟ اگر 2 آدم یک جا هر گناهی را که کردن، هر معصیتی را که انجام دادن، اگر یکیش توبه کرد، همون گناه یکیش بخشیده می شود. برای هر یک نفر بین من از جانب یک کس دیگر عبادت کنم، عبادت من قبول نمی شود. از جانب یک آدم دیگر اگر توبه کنم، این توبه مرا خداوند قبول نمی کند. هر یک انسان باید از جانب خودش توبه کند. هر یک انسان از جانب خودش باید عبادت کند. برای همین این نفرهایی که 2 کسی که مبتلای گناه شدن، هر کدامشون باید علاهیده توبه به سوی الله کنند. 3 دیگر سوالی که آمده است، در وقت سجده پایها با هم چسبیده باشند یا نه؟ ضرورت ندارد که شما وقتی به سجده میرین، در حالت سجده باید پای شما چسبیده باشد. یعنی شما وقتی که رفتین، شما میدانید که در حالت در قیام ایستادنمان، راستا ایستادنمان، پایهای ما و شما موافق مذهبمان باید 4 انگشت باشد. اگر در 4 انگشت یگان حرج پیدا شد، بگذار 1 وجب باشد. مثل قول حضرت امام شافعی، 1 وجب باشد.
در یک وجب یعنی آدم برادر عزیز یعنی هیچ وقت حرج نیست، نه از جهتی مثال بگیم مسافه نزدیک بودنش، نه از جهتی مثال کشادیش. و این حضرت امام ابو حنیفه همین 4 انگشت از زمره عبادت شمارید است که یعنی در او خشوع، انمون خشوع، انمون شکستگی، انمون تضرع رو میگه، انمون حالتی که قدم ها بینش 4 انگشت زیاد نباشد. حالا شما در پیش یک آدم وقتی فیرادت میکند، راستت میکند، سیاستت میکند، بعضی ها پاهاتون مقصد قریب یکون 70-80 سانتی متر کشاد میمونی، در پیش همه آدم همین خیل مانده میتونی. برای همین مذهب خودمان برادران عزیز و گرامی که همین را معین کرده است، شما همون خیل گذارید. و وقتی که در مقصد سجده هم که رفتین، باید همون بگیم سرهای انگشتای پاتون در زمین چسبیدگی باشد. یعنی باید دیگر نه چسبان. بعضی آدم ها می چسبانند، بعضی آدم ها از زمین می بردارنش. از زمین برداشتن در کار نیست. همون موافق مسافه‌ای که گفتم 4 انگشت، همون مقدار در زمین می قپین، با نوک انگشتاتون مثال سجدتون میکنین. طریق درستش یک روز باغبانم، درختای میوه دهنده دارد، خانه‌دار در خانه نیست، من می توانم به اجازت از همان میوه ها استعمال کنم. این برادر ما در کدام آدمی روس باغبان بوده است، یعنی در نبودن همون بگیم صاحب باغ، همون مردک روس، آیا من میتونم از میوه ها استعمال کنم؟ نمیتونیم برادر عزیز. شما از صاحب باغ بپرسین که مقصد من در همینجا کار میکنم، یک روز ممکن 10 میوه ترا 20 میوه ترا مقصد استعمال کنم، آیا برای من اجازت میتی یا نمیتی؟ اگر اجازت داد اجازت نداد برای تو حرامه. اونم جا غلطیده در زیر درخت میپوسه و ویران میشود، حقی خوردنش نداری. برای همین برادرای عزیز، شما وقتی که در همون باغ ها کار میکنین، در خانه های همون ها کار میکنین، آب روی مردم مسلمان نریزانین، آب روی مردم این تاجیک نریزانین. اون مردک برادرای عزیز اون قبه فهمی نیست که تو میوه را بخری و نفهمد، یا در خانه او کار کنی او هر یک قدمی تو را میداند. بسیاری از برادران من در اون سفرهای روسیه بودم، برای ما گفتن که در خانه هاشون ما را راه دادن، حتی باور کردن دیگر همه درها را کشاده ماندن. لیکن همین بعضی از تاجیکای بسیار بگیم احمقی ابلهی بدبختی ما با زنهای همونها، با دخترای همونها دست درازی کردن که عاقبت مقصد در دست افتیدن، شرمنده شدن، روسیا شدن. همون مردکا مقصد بعضی هاش ابدی دیگر از همون روسیه پیشون کردن. اونها میدانید شما را به خاطر چی باور میکنن؟ به خاطر یگان سر سیکه و به خاطر یگان کار، به خاطر مسلمان بودنتون که اینا مسلمانن. اونا در گرد مردم مسلمان تصورات دارن، اونا خواندگی هن، رنگ تو ابله بی سواد نیست. اونا خواندن که مردک مسلمان هیچ وقت در چیز یک آدم، در زن یک آدم، دختر یک آدم هیچگاه نگاهی بد، نیتی بد ندارن. یعنی مسلمان یک آدم بسیار پاک و تازه و بی خیانت اونها میشناسن. لیکن تو بار انسان افلاس انمو قیمت و قدر آدمی مسلمان در پیش همونا پس بکنی. بسیاری که همون زنها را گرفتین و 1 ماه و 2 ماه استفاده کردین و پرتافتین، حاضر ای رنگ نمود تون بیزارن دیگه. حتی بزنی در شما داخل میگن شما یک مردمی دروغگو یا مردمی شیطانی. برای همین برادرای عزیز، در کجای کار میکنین نمیکنین،
خوجیناتون کدام ملتی هست نیست یک میخی همو مرده که به اجازت نگیر. بگذار اگر چنده که در بالای تو مثال دروغ میکند، در بالای تو یگان ظلم میارد، ترا خدا عقل داده یا از کارخانهش ببرا بره یا قانون قاعده است از بالاش چیزی بنویس تا حق تا طلب کو بگی. لیکن این خیلی نمیشود که تا از مالی او از چیزی او مثال دزدی کنی و همه را مقصد بدنام کنی. یک قصه یادم آمد، حضرت عبدالله ابن مبارک. عبدالله ابن مبارک برادرای عزیز این استادی گویم پدر امام بخاری است. امام بخاری این خودش نامش محمد بود، پدرشون اسماعیل نام داشت. این عبدالله ابن مبارک بگیم پیری پدر امام بخاری یعنی پیری حضرت اسماعیل بودن. انامین مبارک برادرای عزیز خودی مبارک عبداللهش نه، میگه یک نفر باغبان گرفتش، باغبان قبولش کرد. وقتی آورد نشانش داد گفت نمی گکتری زمین نمی باغ همش از منه. در همین جا گفت کاری تو زمین دای میگردانی، نودای درخت تازه میکنی، آب میتی. گفت انمی وظیفه تو ای و هر ماه مقصد مبلغت بگذار مثال 5000 سامانی. شرطنامه را کردن. وقتی میوه بود میگد که این صاحب باغ آمد، رفیقاش گرفت و گفت بیا که من یک باغی بسیار زیبا دارم، انار باغ دارم، بریم که انار میخریم. وقتی آمدن نشستن مبارک فیراد کردن. او مبارک بیا. دید که درخت ها همه مقصد سیر میوه، زمین ها همه زیبا و خوب. بعد گفت مبارک گفت اکو توقع بگیر، برای قدر انار شیرین من بیار با یار رفیق من ما مقصد این قدر انار خری کنیم. میگه روی توقع ده انار آورد. هر اناری که میکشویم همش ترشه شیرین نیستن. بعد میگه صاحب باغ گفت مبارک گفت من ترا گفتم انار شیرین بیار، تو انار ترش آورده. آی دایی درون من هم انار ترش دارم هم انار شیرین، تو ای انارای شیرینش بیار. مبارک گفت من نمیدانم که کدام درخت این شیرینه کدام این میوهش تلخه. گفت تو در همین جا سال کار کردی، مقصد در درون همین میوه های هر روز، تو آیا نمیدانی که مقصد کدام شیرینه؟ آیا یگان میوه مرا نخورده؟ گفت قسم به بزرگی الله مهربان تو مرا به گردنم وظیفه گذاشته که فقط زمین ایرا من باید دایم ملایم کنم، نوده هاشا بزنم و آب بتم و از دزده ها مقصد من ایرا پاسبانی کنم. مرا نگفتی که تو از میوه هاش حق داری که بخری. این صاحب باغ میگه با دلش گفت که الحمدلله که من خدا داد. یک آدم مقصد من باغبانم شده است که ببین به اجازتی من یک انار نمیخره. انا مسلمان برادر عزیز، از یک آدم میاری در باغت میمانی، از فایده ای که تو میبینی از فایده تو دا او فایده زیاد میبینم. همه روزی دراز دزدیده مقصد با این طرفش میفروشه، این طرفش برده ذخیره میکنه. اگر بابا پرسیش میگه الحمدلله مسلمانم. اگر بگوی روی تواری مسلمان سیاه کنم به نام خدا ثواب میگیری. نه تنها در باغ، در یک مغازه یک کس باور میکنی میاری میمانی، چقدر خیانت من میکنن. 4 مال گوسفند میکنی خیانتت میکنن. در زمین زراعت میکنی خیانتت میکنن. برای من بسیار یک افسوس ده، افسوس که برادرای عزیز میگد اسلام به ذات خود ندارد عیبه، هر عیبی که از در مسلمانی ماست. ما خودمان بدبختیم برادرای عزیز. ما بسیار دینی پاکه، بسیار یک دینی تربیه میکنه آدم. عبدالله را حضرت مبارک بین
میگه با دلش خرسند شد، گو الحمدلله رب العالمین که چی نفری خوبی را مقصد خداوند برای من لایق دید. بعد میگه پرسیدش زن داری؟ گفت برادر عزیز، گفت من یه آدمی هستم که این همی فقط معاش از تو میگرفتگی را، من نه خانه دارم، من نه شرایط دارم که من زن بگیرم. گفت خواهیشت زنگیری ده هست؟ گفت حضرت یک چیزی را میپرسی که انا هر یک آدمی با فهم و با عقل اگر باشد کی را زن نمیفارد؟ گفت خواهش دارم لیکن دست اینا رسا دارم. میگه باغبان گفت که برای تو انسانی که اینقدر انصاف داری، اینقدر ایمان داری، تو مسلمان حقانی که هستی، من اگرچه یک آدمی دولت دارم لیکن دختر ما در نکاح تو میدارم. نکاح کرد، میگه دخترش دادش. از همون دختر همین مرده که باغبان انامین عبدالله پیدا شد. یک عبدالله که برادرای عزیز، این عبدالله با شاگردای حضرت امام ابو حنیفه بود، یعنی صاحب مذهب خود ما، ولی در عالم مشهور حضرت عبدالله ابن مبارک. تصور کنید که اینها پدرشان استاد امام بخاری است، خودشان استاد امام بخاری است. از رحم و دیانت و پاکی مبارک ببین چی فرزنده آمدن. اولیا که ای سبب های انامین فرزندهایی که امروز در ما و شما که همیشه پیوسته ما و شما را آزار میتن، ناراحت میکنن، هیچگاه روزی خوش نداریم، انامین ای حساب انامین خصلت ها و ای حساب همین لقمه های شبه آورمون هست. برای این دادر عزیز هیچگاه شما با او مردم بسیار معامله خوب کنید، با او مردم بسیار حرمتشون کنید، بسیار حرمتشون کنید. دیدین سلامشون تی، با همون لفظ خودش سلامش بته. اول پرسیش که در همسایگی ها تان باشد بسیاری تاجیکای ما خانداراش دستاتان میرسه، اون مردم بسیارش کمبغلن، دستگیریشون کنید. خواب پولی باشه، خواه یگان موادای خوراکه باشه، شما در ملک همونایی، در وطن همونایی. گفتی همین تاجیکای ما در نان نیوا شما شریک شدگی. برای همین حرمت کنین. انشاءالله حرمت شما با محبت بین همین دو ملت زیاد میکنه.